جزا از جنس عمله. مواظب عمل هر چی که کردی در همین دنیا میبینیش. یکیش زنا، دویمش قتل، سومش اطاعت پدر و مادر. چی نموده که کردی از اون بدتر در این دنیا میبینی. زناکارای امروز دیگه زنا دارن. والله قسم اون نموده که تو دل میاوی به زنا منی، هر یک دلیوی هست که احوال خواهر تبربی. اگر تو دل میاوی زنا منی، احوال مادر تبربی. والله قسم یا برادر در همین جناز زناکار بود، مادر شب از اینا دیدن که ایسی شخص بالا های. گفت رسول خدا اگر دختر نداری، اگر پدر مادر هیچ در دیوار زنا منن، والله ای شخص بالا های. اوی محلی که شهوتش مردگی های، مکش قاقسیدگی های، والله با زنا کبیدن مادرش ای شخص بالا. تو در اینجا زنا کن. موافق روادت طب معلومه که زن ای چیل بالا رفت شهوت نداره، احتیاج به شهوت و زنا نداره دیگه و هم خوابگی براش دیگه مطلوب نیست. لیکن وعده رسول الله کجا میبری؟ مادر شهوت نداره مایلش، وعده رسول الله کجا میبری که در بالات اومد؟ بعد یک چیز دیگه تصور کنید، به سبب زنای ما و شما امروز خد بازار شهر رو ببین. یک برادر همینجا زنا میکرد، یک زناکار لعین برادرش هم نگین و طول درسی کار میکرد از مردمی وادی بود. در روز دوشنبه میرفت $1000 هر یک رفتگیش جدا میکرد و یک خانه رو ارنده میگرفت و یکی از همون زناکار مرادش میگن همین مبلغ میداد، تو $20 $30 هر شب براش یک دختر نو میومد. یک روز نشستگی میگه که برای من که از وادی هستم یک دختر قشلاقی بیار. این حیات واقعیه والله، یگان خیال نیست اینجا. وقتی که میارن میذارنش میگه سر دهنش بوسه توزه کنید که قلاق بو مینن. وقتی سر دهن میشوه توزه من در درون خونه میاد تا چودرش مینن برای اینا پیش داخل میشه و وقتی که روماش ای بالاش میگیره والله خواهر خودش در همون میبینه. خواهر خودش میبینه که برای زنا پیش آماده کردنش. یک تدگج مردمی وادی در همین حالت وقتی که با زنا دایم دست میزنه در اون شهر دختر عمش هم میبینه که برادرای عزیز این اسلام جای خیالش نیست، در خواهر کردی نینن و دیگر قصه های حیات. والله همین چیزی که رسول الله خدا ای جزا جنس عمل ذکر کرد، شما در حیات زناکارا ببینیش پس ایمانتون کامل کنین. در اسلام چیزی رو پیشکی به شما خداوند اما نمیگه که ایمان بیاور به همین، در حقیقت واقعی حیاتون بینیش. زناکارا رو شما بینی حالشون چیه. بعد از این 2 دقیقه حالتی که ارتیاح نفسی در زنا میشود، 2 دقیقه یک حیات آبادیه که در اون جنت ایدس میتیش. حورهایی که روی مال سالش 10 برابری زمین آسمان نرخ داره، 10 برابری زمین آسمان. یک روی مالش رسول الله میگه که اگر آب دهن یک تش در بحرهای شور دنیا بچکه یک قطره، بحرهای شور همه شیرین میشوند. خداوند در قرآن میگه که هر باری که قطع شهوارش خوب میشه باز میگرده و دختره باکره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر سرش یک حور از آسمان درون کنه شب باشه روز میشوه، همه روشن میشوه و بوش بین زمین و آسمان فرا میگیره. ولما تاب بینهم، همچنین حورها آماده جوانی که نفس خود را از زنا باز داشتند. یک جانب دیگریش در تاجیکستان زنهای خانه‌نشینه که سبحان الله، زنهای خانه‌نشین در خانه نشستگی هستند، اونا بیرون نمیرن، کوچه نمیرن. 3600 تا گفتن، چند کار گفتن همین یک دختر در چی آیه
فقط از بیشتر 3 سال چند تا پیشش به کسلای علمی میگن سپید سیفلس تریپت گرفتار شدن. شما تصور کنید زنای ما همسرای ما عفت پاکی میگیم، اسلام میگیم، سپید داو چکو مینا تریپ داو ای کجوشی ای همینجا رفت، ای همینجا رفت. آیا با فرزند میشه؟ چی فرزند میشه؟ سبحان الله. امت مسلمان خداوند جل و علا گفت که امت مسلمان باید با قوت باشه که خداوند خودش با قوت امت دوست می‌داره. قوت امت یک نیمش در زنا رفت، قوت امت یک نیمش ای فرزندای زانی چی تولد چی به کسل‌های گوناگون، شال کور گنگ. امت مسلمان با طریق زنا هر سال 1 میلیون چند ای سپید میبرن، ای ایدز. و در برابر همه این ناموس مسلمان در عرض مسلمان های عرض مسلمان که گم شد مسلمان خودش اهمیت نداره. آیا در نبودنش خوبه؟ مسلمانی که دختر شد در بالای زنا دید اون مسلمان باید دون بره، زیرا که در بالای زنای خودش سبب شد تو حالت دیگری از روز قیامت که تو به سبب زنا دخترت زانیه شد. روز قیامت وقتی که دخترت یا مادرت یا خواهرت به سبب زنای تو به جهنم میکشد، تصور کن خداوند در ندا میکنه که خدایا در زنای من کی سبب شد؟ میگه فلانی، بیارش. دو گروهی از مردم اصحاب یمین اصحاب شمال در بینش تو به بعضی از روایت‌ها اثر زنا در پیشونیت، آلت زن در پیشونیت، آلت مرد در پیشونی دختر یا خواهر، کسی که به سبب زنای تو زنا کرد و دست چمه گیره پیش خدا میره و خصوصی خداوند جل و علا بالای عرشش نشستگی و از تو سوال میکنه که خدایا بپرس پدر من که چوه در زنای من سبب شید. این حالتها والله حالتهایی نیستن که مؤمن در این باید فکر نکنه. و دیگر اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما یزنی زانی و حین ما یزنی و هو مؤمن. اگرچه لفظ حدیث معنای دیگر داره، علما میگن که وقتی که زانی بالای زنا شروع میکنه همون ایمان و یقینی که با خدا داشت از اون وارد خارج جدا میشود.